سامسون چطور امیدوارم حال یکیتون خوب باشه. آقا امروز اومدیم با یه ویدیو جدید از بازی سرزمین وحشی بگاه. دیروز گفتم که یه ویدیو داریم که آموزش میدیم کجا کلیدها رو پیدا کنید. حالا مال ما در ریس اند اسکاره. خب یکی از سخت ترین مراحل بازی. آره بعد مال ما اونجاست. قبل از اینکه بدیم سراغ ادامه ویدیو خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنار سابسکرایب هم حتما بزنید که هر موقع ویدیو جدید گذاشتیم با خبر پیش بیاین ویدیو جدید رو ببینید. لایک کردن ویدیو بیت فست فراموش نشه. یه میت سنگ با بزرگی از ماست. یه کامنت مشتم همین الان برامون بذار که همه کامنت رو میخونم برامون جواب میدم. بدون مطلب بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. آقا عرض کنم خدمتتون این بستگی به رده خودتون داره. حالا من چون ردم 7 بود دیگه در رده 7 برم آورده دیگه. کلیدها رو باید بیام توی داخل سندسکار و پیداشون کنم. آره فدای شما. و حتما هر آموزشی هم خواستیم برام بگین داخل کامنت ها برام بنویسید که براتون بذارم. ببینید کلا من یوتیوب رو خب به خاطر بچه ها میذارم که ببینن سرگرم شن، یعنی برای شما میذارم چون یکی از دوستان گفت حتما بذار داداش، من خیلی میخوام ببینم چجوریه، همین براتون میذارم که ببینید و حالش رو ببریم. وگرنه من هیچ به درآمد اینو علاقه اصلا ببین نمیرسم به اون قسمت. خب آره فقط از روی علاقه است چه براتون ویدیو میذارم. آره فدای شما. خب کلید اول رو ببین کلا یه چیزی هم وسطش بگم، بیشتر از 10 تا در روز نمیتونین پیدا کنین. اینا در نظر داشته باشین. هی نگردین مثلا اونایی که لولشون پایینه شاید ندونن. ببینید بیشتر از 10 تا نمیده. خب باید دنبالش نگردی. برای همین وقتتون تلف نکنید. 10 تا که پیدا کردین سریع بریم چیز اون فستیوال کریسمس چیه بریم اونجا قشنگ صندوقا رو وا کنیم. من خودم 2 روزه نتونستم درخت رو کامل کنم، یعنی شانس نداشتم واقعا. آره یه دونم شاید فردا براتون یه ویدیو بذارم که مأموریت رده 7 دشوار کریسمس چجوریه. اگه اونم میخواین حتما داخل کامنت ها برام بنویسید، حتما ویدیو اونم بذاریم براتون. اینجا که ما میایم مثلا من دیروز خودم اومدم اینجا مثلا تقریبا نمیدونم 10 تا اینا مولیدنم پیدا کردم. خیلی خوبه 10 تا واقعا خوبه. میشه 5 تا شمشش 5 تا خیلی واقعا پاره میکنه آدمو. خب بریم یه کات کنیم بریم ادامهش. خب بریم دنبال کلید 8. نه 1-2 تا کلید پیدا کنیم بشه 8 تا کلیدامون. دیگه ببین ور تا آخر ویدیو صحبت نمی کنم. هر از گاهی هم یه چیزم بگم دوستان، بازی نمیدونم متوجه شدین یا نه یه آپدیتی هم که داده متاسفانه بدبختش کجاست. بدبختش اینه که ارزش اکانت ها رو آورده پایین. خب این آپدیت که آورده ارزش اکانت ها خیلی اومد پایین و الان هم روحیه داریم هم صدمه داریم هم صورت حمله داریم و هم دفاع داریم. واقعا خیلی به بازی صدمه زد. من خودم قصد داشتم اکانتمو بفروشم با این وضعیتی که ارزش اکانت اومد پایین دیگه واقعا نمیصرفه بفروشی، واقعا نمیصرفه. ولی برای کسانی که لوت میخوام بزنن خیلی فرصت خوبیه واقعا. این آپدیت خیلی خوبه براشون. حتما لوتتون رو بزنن. هر روز لوت بزنید دارن. نمیدونم میره یا نه این چیز، ولی فکر نکنم بره این آپدیت که آوردن دیگه. فکر کنم دائمی باشه. آره فکر نکنم بره. و آخرین کلیدا رو هم پیدا کنیم ما دیگه رفتیم و اونجا صندوقا رو وا میکنیم ببینیم چی برامون میده. آره
ببین در نظر داشته باشین اینم آسون ترین جایی که میتونین برین و چیز کنید همین کریسمس. واقعا خیلی آسون ترین چیز هست. هم ببین اسبش شاید بتونیم بگیریم. من همه مملوتش رو میرم، من فقط به خاطر حلقش میرم. اون آخر سرم پلنگه رو داد مشکلی نداره، من پلنگ دارم یه دونه، اونم اگه باشه یه جفتی میزنیم دیگه. اگه فکر کنم مال من ماده بود، اگه نر بده آره میزنیم. بریم فستیوال زمستانی. آره رستیم فستیوال تا برسیم اونجا یک خط بزنیم. خب اینجا ببینید اول همه برونزا رو واش کنید. کسانی که نمیدونن اول همه برونزا رو وا کردیم. ببین تا وقتی همه برونزا رو وا نکردیم دست به هیچی نزن. بعد از اینکه برونزا رو وا کردیم بعدش میرین چیزو از اون یارو که لباس نمیدونم چی پوشیده سبز پوشیده از همون کلیدا رو تبدیل به سبزش میکنید و میان سبزا رو وا میکنید. آخر سر آبیار رو وا میکنید و خودش یه دونه کلید بهتون میده که میتونید قرمزه رو واش کنید. آخر سر خودش میده. حالا دیگه صحبتی نموند براتون بکنیم. برا بریم تو خونه اون کلیدا رو بذاریم چیز تو درخته ببینیم واقعا میتونیم بسازیمش یا بازم قطعه کم میاریم. فکر کنم آب نبات کم بیاریم. آره فکر کنم آب نبات کم بیاد. این گوزن من سال پیش با 1,000,000 جمعش کردم، الان بالای 3,000,000 هم نمیتونی جمعش کنی، یعنی در این حده. قلیون هم تازه داره جا میفته، خیلی خوبه. وسط ویدیو هم قلیون داریم هم چیز داریم، خیلی حال میده واقعا. جاتون خالی. خب این زنگولش پر شد، این ستاره هم پر شد. آب نبات نداریم. آب نبات چند میدیم؟ 24,000 تومن. ببین بخریمش. در نه اون یکی چیزم در چیز داشت، فعالسازی بود. آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو ما رو همراهی کردین. لطفا بقیه ویدیوهای داخل کانالم ببینید. حتما کانال رو سابسکرایبش کنید که به ستایی شیم. خب و لایک هم فراموش نشه. زنگوله هم حتما بزنید. و اینکه ارزم به خدمتتان که فردا هم یه ویدیو جدید داریم که قراره بهتون نشون بدم که رده